سلام رفقا. اگه ذهنتون شلوغ پلوغه و پر از فکرای جور و جوره، بدونید که یه نابغه پنهان توی وجودتون هست که منتظر بدرخشه. بیاین ببینیم چطوری. توی وجود هر کدوم از ما یه گنجینه از قدرت‌های ذهنی، احساس و روحی وجود داره. از قدرت خلاقیت و تمرکز گرفته تا تعادل احساسی و همدلی. تصور کنید اراده‌ای داشته باشید که باهاش دنبال رویاهاتون برید. از مشکلات عبور کنید و به دیگران انگیزه بدید. از خودشناسی شروع کنید. ارزش‌ها و هدف‌هاتون رو بشناسید. ذهن آگاهی و مراقبه رو تمرین کنید تا ذهنتون آروم بشه و توی لحظه حال باشید. مهارت‌های جدید یاد بگیرید و خودتون رو به چالش بکشید. با دیگران ارتباط برقرار کنید. تجربیاتتون رو به اشتراک بذارید و با هم رشد کنید. قدرت‌های درونی شما یه منبع بی پایان از انرژی، خلاقیت و قدرت هستند. اونا رو آزاد کنید و بذارید شما رو به سمت یه زندگی پرمعنا هدایت کنند. آماده اید که سفرتون رو شروع کنید؟ بزن بریم.